سرخط خبرها: واکنش تند افغان ایواک به دستور تازه ترامپ در مورد بازگرداندن افغانها به کشورشان. خشم نهادهای حامی مهاجران افغان از سیاست تازه ترامپ، دارندگان ویزای بشردوستانه در شوک اخراج. و هشدار افغان ایواک به آمریکا: مجبور کردن افغانها به ترک آمریکا خیانت به متحدان واشنگتن می باشد. سلام و وقت شما بخیر. به این گزارش خبری از مکس نیوز خوش آمدین. نهادهای حامی مهاجران افغان یا افغان ایواک نسبت به دستور تازه دونالد ترامپ که از دارندگان ویزاهای موقت و بشردوستانه می‌خواهد برای طی مراحل گرین کارت به کشور اصلیشان بازگردند، واکنش تند نشان داده و آن را تهدید جدی علیه آینده هزاران افغان توصیف کرده است. این نهاد هشدار داده که اجرای چنین سیاستی به ویژه برای افغان‌هایی که پس از سقوط کابل وارد آمریکا شده اند، چون می‌تواند پیامدهای چون بی‌سرنوشتی را به همراه داشته باشد. بر اساس توضیحات منتشر شده از سوی افغان ایواک، سیاست تازه اداره خدمات شهروندی و مهاجرت آمریکا روند تغییر وضعیت مهاجرتی یا دریافت گرین کارت از داخل آمریکا را به یک اقدام استثنایی تبدیل می کند و عملاً بیشتر متقاضیان باید خاک آمریکا را ترک کرده و در سفارت یا قنسولگری آمریکا در کشور مبدا پرونده خود را دنبال کنند. این سازمان میگوید که چنین تصمیمی برای افغان‌هایی که با استفاده از ویزای بشردوستانه وارد آمریکا شده‌اند بسیار نگران کننده است، زیرا بسیاری از آنان به دلیل مشکلات مالی امکان بازگشت به افغانستان را ندارند و نه از حمایت حقوقی کافی برخوردارند. افغان ایواک در بیانیه خود تاکید کرده که هزاران افغان منتقل شده به آمریکا، به ویژه کسانی که در چارچوب برنامه تخلیه پس از سقوط کابل یا همکاری با نیروهای آمریکایی وارد این کشور شده‌اند، در معرض بی‌سرنوشتی قرار دارند و مجبور ساختن آنان به بازگشت برای تکمیل روند مهاجرتی عملاً آینده آنان را به سوی بی‌سرنوشتی سوق می‌دهد. این نهاد استدلال می کند که بسیاری از این افراد سالها در کنار دولت و نیروهای آمریکایی کار کردند و اکنون بازگرداندنشان به افغانستان به معنای زیر پا گذاشتن تعهدات اخلاقی آمریکا نسبت به متحدانشان می باشد. این نهاد همچنین هشدار داده که تصمیم جدید می تواند هزاران خانواده افغان را از هم جدا کند. به گفته افغان ایواک، شمار زیادی از مهاجرین افغان دارای پرونده های پناهندگی، درخواست اقامت، پرونده ویزای ویژه مهاجرتی یا SIV یا درخواست‌های تمدید اقامت هستند و مجبور کردن آنان به اخراج از آمریکا ممکن است باعث تعلیق یا پیچیده‌تر شدن روند قانونیشان شود. افزون بر آن، بسیاری از افغان‌ها به دلیل نبود سفارت آمریکا در افغانستان ناچار خواهد شد برای پیگیری پرونده‌های خود به کشورهای ثالث مانند پاکستان یا قطر مراجعه کنند، اقدامی که هزینه‌های سنگین مالی و بلا تکلیفی طولانی را در پی دارد. افغان ایواک این اقدام را بخشی از مجموعه سیاست‌های سختگیرانه مهاجرتی دولت ترامپ علیه افغان‌ها دانسته است. این نهاد پیشتر نیز پایان حمایت‌های موقت مهاجرین و محدود شدن وضعیت قانونی برخی افغان‌های مقیم آمریکا انتقاد کرده و گفته بود که حذف این حمایت‌ها هزاران خانواده افغان را در معرض اخراج یا از دست دادن مجوز کار قرار می‌دهد. این سازمان تاکید کرده که افغان‌های منتقل شده به آمریکا از قبل مراحل سخت امنیتی و بررسی‌های متعدد را گذرانده‌اند و نباید مانند مهاجران فاقد مدارک با آنان برخورد شود. همچنین مسئولان این نهاد از اعضای کنگره آمریکا خواستند برای جلوگیری از اجرای این سیاست مداخله کنند و استثناءهای ویژه برای افغان‌های دارای ویزای بشردوستانه، همکاران پیشین آمریکا و خانواده‌های آنان در نظر گرفته شود. این نهادها میگوید واشنگتن نباید کسانی را که زمان شریک و متحد آمریکا بودند در وضعیت بی‌سرنوشتی قرار دهد. ممنونم از همراهیتان در این گزارش خبری. خدا نگهدار.